دوستان، من تو این خانه سالمندان میام به حالت کارآموزی کار میکنم بدون حقوق. به خاطر یه سری کارهای اداری فعلا استخدام نشدیم. حالا تصمیم دارم برم یه جای دیگه هم کار کنم، یه چند جا، و نامه‌هاشو بگیرم و بدونم که داستان چیه که اینقدر سخت میگیرن برای اینکه بخوایم کار کنیم. جدیدن اینجور شده، اما خوشم میاد. خانه سالمندان اینجا رو خیلی دوست دارم و وقتی میرم داخل باشون حال میکنم. خیلی مشتی هم بشونید. من دوست دارم که با سالمندا کار کنم. کارم هم اینجوری که حالا اینا میگن خوبه، منتها بعضیاشون یه مقدار، یکی دو تاشون یه مقدار نجات پرستی میکنن. مثلا فارسی باشون حرف میزنم، بهشون میخوام بگم این فارسی چی میشه، میگن نه 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 فارسی نگو. در صورتی که خود سالمند میگه فارسیش چی میشه. خب سالمند مثل بچه میمونه.